هستید 90% کلیپ‌های ماینکرافتی یه دروغ بزرگن. احتمالاً شما هم همچین ویدیوهایی دیدید که خیلی طرف حرفه‌ای و حرکت‌های خفن میزنه. ولی دقیقاً چه جوری؟ توی ورژن‌های جدید ماینکرافت یه کامند جدید به بازی اضافه شده به نام تیک ریت. این کامند دقیقاً چیکار می‌کنه؟ اگه از این کامند استفاده بکنید میتونید سرعت بازیتون رو بیارید پایین به نسبت سرعت واقعی. اینجوری زمان بیشتری برای انجام دادن کارهای عجیب غریب دارید. همونطور که میدونید بازی من سرعتش تقریباً 8-9 برابر حالت معمولی. یعنی من به راحتی میتونم حرکات عجیب غریب بزنم و بعد بیارمش داخل ادیت، سرعتشو زیاد بکنم. بیاید مثلا ما هم دیگه یه دونه کلیپ درست کنیم. قراره این مسیر رو طی بکنیم. مثلا من میپرم اینجا، خیلی حرفه‌ای. یه دونه بلاک اینجا، دو تا بلاک اینجا، قشنگ کلاچ حرفه‌ای. حالا یه دونه میپرم اینور. همه چیز کنده. خیالتون راحت. حالا میپرم اینجا، مثل دیریم اینو برمی‌دارم. قایق رو هوا میسازمش و بوم. من یه حرفه‌ای خیلی خفنم. حالا اینو میاریم روی ادیت و سریعش می‌کنیم و میشه. البته قبل اینکه ببرمش روی ادیت قول بده که ویدیو رو لایک می‌کنی.